ای خدای قدوس، خدای زنده و نجات دهنده، امروز ایران را در حضور تو بلند می کنیم، برای سرزمینی که قدمهای کوروش و داریو پادشاهان عادل تو رو لمس کرده و برای خاکی که استر شجاع در قلبش ایستاد و قومش را نجات داد. پدر، ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تمام پهنه ایران را در نام قدرتمند عیسی مسیح می پوشانیم. خداوند، برکت ملکوتت را بر شهرهای بزرگ و کوچک ایران بریز. خداوندا، برکت تو را امروز می طلبیم برای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمان، سنندج، زاهدان، اهواز، قم، کرمانشاه، یزد، قزوین، ارومیه، بندرعباس، گرگان، ساری، اردبیل، همدان، رشت، مشهد، عراق، هر روستا، دشت، قبیله و محله‌ای که اسمش شاید گفته نشود اما در قلب تو دیده می شود. برکت تو بر دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، رود کارون، اروندرود، سپیدرود، زاینده رود، دریاچه ارومیه، هامون، کویر لوط، البرز، زاگرس و جنگل‌های هیرکانی. ای خداوند، ایران زخمی ما از کم آبی می نالد. رودها خشک شده اند، سدها پایین رفته اند، زمین فریاد می زند. امروز با ایمان می گوییم ای خدای بارانها، آسمان ایران را لمس کن. باران برکت و باران حیات را بر ایران بریز. زمین خشک را زنده کن، رودها را دوباره جاری کن، دریاچه ها را پر کن، سد را بر سدها بگذار تا دوباره پر شوند. هوا آلوده شده و مردم نفس کم میآورند. پس پدر، به نام عیسی مسیح میطلبیم که بادهای آسمان به حرکت درآیند تا هوا پاک شود و آلودگی دور شود و سلامت بر شهرها و مردم برگردد. پدر، برای گرانی، برای فشار اقتصادی، برای رنج مردم، دست حمایت، آرامش و گشایش را میطلبیم. چشمه‌های جدید برکت را باز کن، درهای بسته را باز کن. در دل تک تک خانه‌ها آرامش و روزی قرار بده. و اگر شریر در لباس حاکمان قصد آسیب به ایران را داشته باشند، اعلام می‌کنیم هیچ سلاحی که بر ضد ایران ساخته شود کامیاب نخواهد شد. هیچ نقشه تاریکی به مردم ایران نخواهد رسید. پدر، همانطور که کوروش را مسح کردی تا قوم تو را آزاد کند، همانطور که داریوش قلبش را برای جلال نام تو نرم کردی و برکت دادی، ما امروز می‌طلبیم که همان برکت، همان حفاظت و همان دست قدرتمند دوباره بر ایران جاری شود تا این سرزمین دوباره بلند شود و بدرخشد برای جلال نام عیسی مسیح. پدر، مردم ایران را زیر پرهای خودت پنهان کن. سرزمین را حفاظت کن. حفاظت فرشتگان تو از مرزهای شرق، مرزهای غرب، مرزهای جنوب و مرزهای شمال نگهبانی کند. پدر، اگر جنگی در راه باشد، ما اعلام می‌کنیم مردم ایران در پناه نام عیسی محفوظند. خانه‌ها محافظت می‌شوند. فرزندان ایران زیر سایه بالهای تو امن خواهند بود. و ای خداوند، همانطور که در کلامت گفتی، ظلم شریر بر سر خودش باز می‌گردد. مزمور 7. پس هر نقشه شریانه، هر ظلم، هر تاریکی، هر قدرت اهریمنی که چندین ده است که بر علیه مردم ایران بلند شده، در نام عیسی مسیح باطل شود و فرو بریزد. شریران بر نمیخیزند، اما مردمان ایران نجات، نور و آزادی تو را خواهند دید. پدر، ایران را در حضور عیسی مسیح روشن کن. ایرانی که در آن اسارت‌ها شکسته شود، ایرانی که جوانانش رؤیاهای تازه ببینند، ایرانی که برکتش به همه ملت‌ها برسد، ایرانی که دوباره مثل زمان کوروش خدمتگزار نقشه‌های خدا باشد. دلها را بیدار کن و بگذار نور انجیل تو مثل خورشید بر فراز البرز تمام ایران را روشن کند. ای روح القدس، بر ایران بوز. از آسمان ایران باران احیا ببار. از خانه تا خانه، از شهر تا شهر نجات و نور تو منتشر شود و با ایمان قلبی میگوییم ایران برای عیسی مسیح خواهد درخشید. در نام قدرتمند عیسی مسیح خداوند، آمین.